روز بخیر دوستانم، امیدوارم که خوب هستید. اشکیم رو بگیرم زیرا چشمانم خسته است. بعد میگم بو صحبت کرد. قصه کوتاه. در یک سال چندین هزارها چندین با صدمه دوچار میشه، یعنی که از کوچه میگذرن ماشین میزنه چون قاعده رو ویران میکنه مردم. آخه میلیون ها سومانی صرفه کردیم، راهی زیر زمینی کردیم، در تمام شهرها هست، پدزمکه میگن یا چیزی دیگر. و با چی خاطر کردیم؟ به خاطر بخطری شما است و خیر. نخود که همین تراس میبینیم پروای همون زیر زمینی ندارن، همین بین رو گرفتن این طرف و اون طرف دوتاز میکنن. بعد بیچاره یگو راننده سرسخت خوشش در یگون چیزی و معامله زندگی یکی زد تمام دیگر کشول و وضع سر شد. با این خاطر از شما احترامانه خواهش میکنیم لااقل در چراغکو وقتی که سرخ شد ماشین هم نباشد سر و سیما نشوید، ایستید. یا بعدا میشود که کبود از 30 ثانیه یک دقیقه راه داده میشود. بعدا خانم های ما بعضی دیگر همین گونه راه میگردن گویا که در پودیوم مدلی باشند که با حضور دل. با این خاطر هر کار میکنیم به خاطر بهبودی شما است. من نمیدونم بعدا سختون میرسد، هر چی که میگوییم فراموش نکنید. سخنهای ما برای اصلاح است، برای طعنه و مسخره و چیز دیگر نیست. بسیار در این ساحه به احتیاط باشید. به چه خاطر گفتیم چندین میلیون ها سومانی صرفه شد به خاطر زیر زمینی، به خاطر این و اون. به خطری شما بود دوستان، به خطری شماست. لااقل شما غم خود را نمیخورید، غم یگان راننده بیچاره رو خورید. خدا نکند که این بین راه یکی که صدمه شود، یکی که یگان چیز میشود، باز میبینید که از پس شما یک عائله دیگه هم سرسان و سرگردان با اندک مندک از شما خلاص نمیشود. احتیاط کنید. خداحافظ. نه، یک موضوع دیگر هم هست که شعبه بدهه چندین بار گفتن که تو را که مردم بیشتر گوش میکنند و میبینن مراجعت کن. به این خاطر با شما مراجعت میکنید و بعدا نماز جمعه میروند اون گونه ماشین میگذارند که دیگر بیچاره مردم ها گذشته نمیتوانند. در این بابت هم بسیار با احتیاط باشید. اگر که شما میدونستید سببیت پیاده رفتن نماز جمعه را، باور دارم که دلغیجان با دست میرفتید. اگر که سببیت پیاده رفتنش را میدونستید، با این خاطر رفت و راه نزدیک است یا که خانه شما این است، به ماشین روید. اصلا اگر که از روی اون نیست من هم بیشتر پیاده میروم.